افسانه خلق تاجیک گورزاد. شنونده های عزیز، به کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. بود نبود یک مردی صیادی کمبغلی بود. یک روز در عائله وی یک دختر تولد شد. زن و شوهر از بس که فرزندی دیگر نداشتند، دختری یکی و یگانه اشان را با مهر و محبت تربیه می کردند. چند سال گذشت. دختر کلانک شد. زن و شوهر مصلحت کردند و دخترشان را به مکتب ماندند. دختر چند سال خواند. روز دختر از سر دیوار به کوچه چشم انداخته جوانی پهلوانی را دید و دلش لرزید و نسیمی جانافرین را شنیده حلاوت برد و در باطنش گرمی طغیان کرد و از آن در قد او فرزند پیدا شد. دختر این سر را به کسی نگفته با خاطری پریشان و دلی آزرده گشتن گرفت. حادثه را یک کمپیر زال پی برد و پیش پادشاه رفته گفت: ای پادشاه عالم، ای سلطانی با کرم، در ملک پاک شما یک حادثه ناپاک روی داده است. دختری شوهر ناکرده حامله شده. عاقبت این به خیر نه، فلاکت می خیزد. پادشاه در غضب شده دختر را برآورد و به دو جلاد امر کرد: این دختری بدجنسا کشته گرانید که در روی زمین من نام و نشانش باقی نماند. جلادها دختر را به قبرستان برده کشتنی شده پرده را از رویش گرفتند. به حد نازنین که مثلش را هیچ ندیده بودند حیران شده مصلحت کرده بازار رفتند و یک بره خریده آمدند. بره را کشته کرته دختر را به خون بره تر کردند و گفتند: اگر بختت مدد کند روی فرزند را میبینی. بعد دختر را زنده به درون قبر درآورده برای 2-3 سال آذوقه آورده پیشش مانده رفتند. کرته خونالود را به پادشاه نشان داده پس آن به پدر و مادر دختر دادند. پدر و مادر بیچاره خون فرزندی هنوز زنده اشان را دیده کرته‌اش را به چشمانشان مالیده روزهای دراز زار زار گریه می کردند و بالاخره به تقدیرشان تن دادند. چند وقت گذشت. پدر دختر روز از پیش گله اسبها گذشته ایستاده نگاه کرد که همه اسبها فربه‌اند و یک بیتل خراب است. اینجا علف و آب فراوان، همه بیتل‌ها فربه شدند، چرا یک بیتل خراب؟ فکر کرد وی: ای بابا، عجایب سیره، همین بیتل هر روز وقتی پیشین گم شده می رود. یک روز از عقیبش پایده رفتم، رفته بالای یک قبر کهنه یک پهلو زد. از درون قبر یک کودک برآمده او را مکید و باز به قبر در آمده رفت. گفت گلبان: وی دختر است یا پسر؟ پرسید پیرمرد که خود را صیاد گفت: اینشو نمیدانم، جواب داد گلبان. صیاد روز دیگر یک جفت بجول و یک ده لختک را برده به سری همان قبر ماند. بعدی چند وقت
آمده دید که کودک بجل را برده است. فهمید که پسر است. در رفته کرته و شلوار خوشروی دوزانده آورده به بالای قبر مانده رفت. بچه برآمده دید و در آمده به مادرش گفت: ای مادر، یک چیزی خوشروی را کدام مانده رفته است، گیرم یا نه؟ گیر، گفت مادر. بچه لباس را گرفته در آمد. مادرش به او پوشاند. بسیار زیبید. به دل صیاد علو افتاد و روزی دیگر یک توده بچه ها را جمع کرده به قبرستان برده فرمود که بازی کنند. بچه ها هر خیل بازی ها کردند. آواز آنها به گوش بچه در گربوده رسید. بچه برآمده نگاه کرد و به پیششان آمده گفت: جوره ها، من هم همراهتان بازی کنم. بچه ها قبول کردند. آنها گوشتین می گرفتند. یک دهقان بچه غوث کلان همه را افتاند. نوبت به این بچه رسید. خسته میان دهقان بچه را سهلکک داشته بود که میانش درد کرده داد گفت. بچه ها ترسیدند. بازی را خوابانده به پیش صیاد رفته گفتند: از گور یک بچه برآمد. پهلوان ما را قریب معیوب کرده بود. این واقعه در تمام شهر آوازه شد. مردم جمع شده در گرد قبرستان خیرگاه زدند. بچه آوازی مردم را شنیده از گور برآمده دید و باز فرآمده به مادرش گفت: ای مادر، در کنار قبرستان آدمی بسیار جمع شده است و گوشتی گرفته ایستادند. مادرش گفت: میلش، به پیش آنها برو. احتمال بابایت آمده است و تو را گرفته بردن میخواهد. اگر روی هر وقت آمده از حال من هم خبردار شو. بچه با مادرش خیر و خوش کرده به نزد مردم رفت. کمی ایستاده تماشا کرد و بعد به پیش گوشتگیرها آمد. مردم در گرد وی جمع شده پرسیدند: ای پهلوان پسر، تو کیستی؟ چرا در گور زندگی میکنی؟ نامت چیست؟ بچه در جواب چیزی گفته نتوانست. حیران می ایستاد. بچه را نامی به خودش مناسب یافتند در کار. وی در گور زایده شده است. نام او را گرزاد مانیم. چی می شود؟ گفت صیاد. مردم پسندیدند. همین خیل نام بچه گرزاد شد. گرزاد خیلی وقت شهر به شهر و دهه به دهه گشته کسب و کار یاد گرفته احوال مردم را دیده و تماشا می کرد. مردم از ظلم پادشاه به داد آمده بودند. به گرزاد مادرش هم از بی انصافی پادشاه شکایت کرده بود که وی بیرحم تگی گپ را نپرسیده او را به کشتن حکم کرد. جلادان نکشتندش، لیکن زنده در گور کردند. غضب گرزاد روز از روز زیاد می شد. آخر طاقت کرده نتوانست و به کشتن نزدیکان پادشاه آغاز کرد. این خبر به گوش پادشاه رسید و گرزاد را به نزدش جیغ زده پرسید: ای پهلوان، برای چی آدمان بیگناه را کشتی؟ من آنها را از روی شریعت شما کشتم. از شما پادشاه عالم عبرت گرفته کشتم.
магар шумо ягон шахсро агар аз зулми одамонатон норизо шавад, таги гапро пурсуков накарда ба ӯ ҳукми қатл мебароред ё на? подшоҳ ин гапро шунида дар фикри нобуд кардани горзод шуду вазиронашро ҷамъ карда маслиҳат пурсид. гурзод паҳлавони зур аст, гуфтанд вазирон. ӯро ҳамин тавр нобуд кардан мушкил, ягон илоҷи дигар ёфтан дар кор аст, гуфтанд вазирон. чӣ илоҷ? пурсид подшоҳ. ба ҷое фиристодан дар кор ки дигар баргашта наояд. вай ба мо итоат намекунад. аз ғазаб ларзид подшоҳ. илоҷи ин осон, гуфт вазири дасти рости подшоҳ. паҳлавонҳо одамони дилсӯз бошанд ҳам маҷороҷӯ мешаванд, сайру гашту ҷангу талошро дӯст медоранд. ӯро бо ҳилаю фиреб ба ягон ҷойи пурхатар мефиристем. ба мамлакати шоҳи морон, гуфт вазири дасти чап. аммо ба кадом ҳила? пурсид подшоҳ. инашро ба ихтиёри ман монед, афзуд вазири дасти рост. ин вазир духтаре дошт ки ниҳоят зебо буд. ба болои ин духтари вай бо саводу доно ҳам буд. агар ба сари вазир мушкилие меомад, ҳамеша бо духтараш маслиҳат мекард. вазир ба хонааш омаду оҳи ба дард кашид. боз чӣ мушкилӣ ба саратон омад, падар? пурсид духтари зебояш. подшоҳ қасди нез кардани гурзодро дорад, гуфт вазир. ӯро ба ягон ҷойи пурхатар фиристодан дар кор ки дигар гашта наёяд. духтар дуру дароз фикр карду ба падараш гуфт. хотирҷамъ бошед, падар, ман илоҷашро меёбам. духтар либоси ҳарир ба бар карда ба шикоргоҳи гурзод, домани кӯҳи дамованд рафта, ишвакунон хиромон аз пеши роҳи гурзод баромад. ин хоб аст ё бедорӣ? гуфт гурзод моту ҳайрон шуда. ҳеҷ гумон накарда будам ки одамизод ин қадар зебо мешудааст. ту одам не, парӣ ҳастӣ? ман одамам. ту маро дар хобат не, дар бедорият дида истодаӣ. лекин одами бадбахт ҳастам. худро ғамгин нишон дод духтар. барои чӣ? дили гурзод ба духтар сӯхт. духтари нозанин, чӣ хел бадбахт мешудааст? умри ман кам мондааст. агар ягон баҳодури нотарс рафта ангуштарии духтари шоҳи моронро ба ман оварда надиҳад, дери нагузашта гули аз бута кандагӣ бар ин хазону нобуд мешавам. найранг карда гуфт духтар. духтари шоҳи морон дар куҷост? роҳашро ба ман нишон медиҳӣ? хоҳиш кард гурзод. духтари вазир гуфт. ба ақиби кӯҳи дамовандравӣ ба мамлакати морон мерасӣ. он тарафаш ба зиракию қуввати ту вобаста аст. гурзод ҳамон замон ба кӯҳ баромада рафт. духтари вазир шитобон ба пеши падараш рафта бо хушҳолӣ гуфт. аз он ҷо ҳеҷ гоҳ барнамегардад. вазир хурсанд шуда ин хабарро ба подшоҳ расонд. подшоҳ ба вазираш инъом доду хотирҷамъ шуд. инҳоро ин ҷо монему аз гурзод гап занем. кӯҳи дамованд ниҳоят баланд буд. қуллаҳояш ба осмон мерасиданд. ҳеҷ вақт ҳеҷ кас ба ин кӯҳ баромада аз он ҷо барнагаштааст. гурзод баромаду фуромад ва ба тарафи офтобшин нигоҳ карда рафт.
6 شب و روز راه می رفت و در یک محل پوستی مار را دید. او فکر کرد که نزدیک آمده است، بنابراین باز زودتر قدم زد. بگاهی به یک دشتی رسید. دشت از پوست ماران پر بود. دشت را گذشته یک قلعه بلندی را دید. گرداگرد قلعه مارانی کلان کلانی بدهیبت کلچه زده خوابیده بودند. راهی عبور نبود. گردی گرزاد را مارهای خرد و کلان، سرخ و زرد و سیاه و کبود پیچانیدند. ناخواست یک مار کبوتی در پیش در قلعه خوابیده دهانش را غار بر این گشاده فشاز زنان و اطراف گرزاد آمد. این را دیده همه ماران دهانشان را گشاده فشاز زدن گرفتند. چنان بلند فشاز می زدند که گوش گرزاد قریب بود کر شود. گرزاد طاقت کرده نتوانسته مشتک را گره کرد و با تمام قوتش به لب بالای مار کبود چنان سخت زد که لب بالا آمده به لب پایان چسبید. همان زمان دهان تمام مارها بسته شد. ماران در جای خود شق شدند. گرزاد رفت و دروازه را گشاد و به قلعه درآمد. در پیشگاه قلعه در بالای تخت زرین شاه ماران تاج زرین به سر گذاشته می نشست. تو کیستی؟ از بحر برآمدی؟ از آسمان افتادی؟ یا که از مخلوقهای روی زمین هستی؟ حیران شده پرسید شاه ماران از گرزاد. از مخلوقهای روی زمینم، من آدمم، دلیرانه جواب داد گرزاد. ای آدمی زاد، بگوی با چه نیت به مملکت من آمدی؟ اگر با نیتی بد آمده باشی از اینجا صحت و سلامت نمی روی. فشاز زد مار. من با یک خواهش به نزد دختری تو آمدم، گفت گرزاد. شاه ماران دخترش را پیشش خوانده گفت این آدم از پشت کوه دماوند آمده است و از تو خواهش دارد. بگو خواهشت را. گفت دختر به گرزاد اگر از دستم آید اجرا میکنم. در مملکت ما، گفت گرزاد، دختری هست که ماه و آفتاب از زیبایی او رشک میبرند. عمر دختر به آخر رسیده ایستاده است. فقط انگشتری تو عمر او را دراز کرده میتواند. من به او وعده دادم که به انگشتری بر نمیگردم. کاری دشوار را به من فرمودی. گفت دختری پادشاه اگر من این انگشتری را به تو بدهم عمر خود من کوتاه می شود. گرزاد مایوس و غمگین شد. دختری شاه ماران احوال او را دیده رحمش آمده گفت اگر تو به من دیگی 40 گوشه را بیاری و من هر روز از آن خوراک بخورم عمرم کوتاه نمی شود. آن دیگ در کجاست؟ پرسید گرزاد. در پشت کوه قاف. گفت دختر راهش پرمشقت و دور و دراز است. آنجا پری و دیوها زندگی می کنند. من می روم. گفت گرزاد. دختر خط نوشت و به دستی او داده گفت همین که به پشت کوه قاف رسیدی اول یک قلعه را می بینی. در نزد دروازه قلعه یک پری نشسته است. این خط را به او می دهی. او به تو یاری می رساند. بعد
دختر یک ماری قناتدار را جیغ زده فرمود که گرزاد را به پشتی کوهی قاف ببرد. گرزاد به مار سوار شد. مار پرواز کرده در یک لحظه او را به پشتی کوه قاف رساند. گرزاد یک قلعه سفیدی بلندی را دید. در نزدیکی قلعه پری نشسته بود. گرزاد به پیش او آمده سلام داد. ای مخلوق نادان، گفت پری، چرا به این مکان آمدی؟ اینجا دیوها حکمرانند. تو از اینجا سلامت بر نمیگردی. گرزاد مکتوب دختری شاه ماران را به دستی پری داد. پری خواند و به پشت کاغذ چیزی نوشت و گردانده داد و دروازه قلعه را گشاده گفت: درونتر یک دروازه دیگری هست، آنجا اپای من نشسته است. به پیش وی رفته مکتوب را به او بده. گرزاد در آمده مکتوب را به اپای پری داد. پری مکتوب را خواند و گفت: در آن دیگی که تو میگویی آش دم کرده شده است. یک دیوی بدهیبت آمده آش را میخورد و دیگ را میلیسد. بعد یک حوض آب را دم کشیده در تگی چنار میخوابد. تو اگر زور باشی با همان دیو گشتی میگیری و دیو را کشته دیگ را میگیری. اگر به زورت باوری نداری با راهی آمدت برگرد. من مورم هم از این راه هم عقیب نمیگردم، گفت گرزاد و آمدنی دیو را پاییده ایستاد. دیری نگذشته چنار بر این یک دیو گرسنه ماندم گفت و آمد و با شتاب آش را خورد. دیگ را لیسیده تمام آب حوض را دم کشید. سیر نشدم. دیو شکمش را مالیده گفت به پری: یک پهلوان آمده است. گفت پری: میخواهد با شما گشتی بگیرد. اگر او را زنید وی را خورده سیر میشوید. مغلوبش نسازید وی سرتان را از تنتان جدا میکند. خوب، پهلوان را اینجا بیار، داد زد دیو. پری گرزاد را برآورده نشان داد. دیو خنده کرد. پری پرسید: چرا میخندید؟ برای آن میخندم که تو به من پهلوان گفته بچه را نشان داده ایستاده ای کو. از دهان او بوی شیر می آید و از بدنش بوی گهواره. گرزاد گفت: ای دیو جوره، من هم شیری مادر خوردم. تو هم اگر پهلوان مرد باشد جای وی میدان است. گرزاد و دیو به میدان برآمده 3 شب و 3 روز گشتی گرفتند. گرزاد همچنان زوری کرد که از بینی دیو خون فواره زده روان شد. دیو هم زور بود. گرزاد مانده شد. پری به پیششان آمده: کمی دم گیرید پهلوانان. گفت. دم گرفتند. دیو یک حوض آب را دم کشیده وزنین و بیمدار شد. گرزاد فرصت را غنیمت دانسته به ضربه دیو را به قفا تیله داد و غلطاند و زود سرش را برید. بعد پری دیوهای دیگر را جیغ زده گفت: از مملکت آدمان یک پهلوان آمده پادشاهتان را سر زد. اکنون وی به شما یک سپارش می دهد. اگر اجرا کنید جانتان در امان، اجرا نکنید همه‌تان را سر می زند. دیوها این سخن را شنیده برابر گفتند:
ای پری، چی کاره کی باشد اجرا میکنیم. همین دیگ چیلگوشه رو برده به جای گفتگیش مانده بیاید. گرزاد به درون دیگ در آمد. چیل دیو از چیل گوشه دیگ گرفته پریدند و در یک چشم پوشیده کشادند به پیش دختری شاه ماران آمده رسیدند. مار تیر بر این پرواز کرده در یک لحظه به زادگاه گرزاد آمده فرآمد. مردم ماری قناداری فیل بر این بدواهیمه را دیده ترسان و لرزان به چار طرف گریخته در خانه ها پنهان شدند. گرزاد مار را جواب داده مردم را خاطر جمع کرد و به سری قبر مادرش رفت. مادر جان، هو مادر جان، زنده هستی یا نه؟ گفته آواز داد. زنده‌ام، زنده ای از مرده بدترم. آواز برآمد از داخل گور. پسرم، تو کجا بیدرک شدی؟ چرا از حال من خبر نگرفتی؟ گرزاد واقعی از سرش گذشته را به مادر یک یک حکایت کرد. کاری نقص کردی که شست پادشاه ظالم را گردانیدی. خرسند شد مادرش. اما هوشیار باش، آن دختری زیبا دختری وزیر است. وزیر با مصلحت او کار می کند. پادشاه و وزیر در قصد کشتن تو اند. مبادا دختر با آنها زبان یک نکرده باشد. کشنده من هنوز بر روی عالم نآمده است، گفت گرزاد و از پیش مادرش راست به پیش دختری وزیر روان شد. خبری برگشته آمدن گرزاد به گوش وزیر هم رسید. رنگ از رویش کند و به پیش دخترش او آمده گفت حال ما خراب شد. گرزاد برگشته آمده است. اکنون پادشاه ما را صحت و سلامت نمیباند. خاطر جمع باشید پدر، گفت دخترش. گرزاد با زوری بازو پیروز می شود و من با حسن عالمگیرم. وی دلیر است و من زیرک، می بینیم کی زور می براید. گفت دختر. دختر همان زمان خود را به مار نشان داده آه و واه گفت و خود را به بستری خواب زد. گرزاد به نزد دختر آمده او را در بستر بیمار و ناتوان دید. 40 کنیز در اطرافش گریه و ناله می کردند. اوه بهادوری نامدار، گفت دختر، اگر یک روز پیش می آمدی مرا از مرگ نجات می دادی. حالا وقتم گذشت. انگشتری دختری شاه ماران هم فایده نمی کند. ای دختری نازنین، چی کار کنم که تو از مرگ نجات یابی؟ من نمی خواهم که روی مثل گلت بر محل خزان شود. گفت گرزاد. علاج نیست ای برادر. دختر با صدای خسته پاسخ گرداند. نزدیکتر بیا، در دم مرگم تو را درستتر بینم. گرزاد به دختر نزدیک شده حال تباه او را دیده گریهش آمد. از روی گفته طبیبان به دردی بانو فقط یک دوا است. بس سخن در آمد یک کنیز که دختری وزیر با او گپ را پیشکی پزانده بود. به بانوی ما شیری شیر را در پوست شیر خوردن لازم بوده است. بهادر از پیش دختر برآمده و هیچ جای نگاه نکرده با ششگاهی شیران روان شد. او می رفت. چند شب و روز راه گشته
به لب دریای القانتک رسید. در آنجا جنگلی بود، جای جمع شوی شیرها. به جنگل در آمده شیری را دید که نالیش کرده خوابیده است. ای شیر، تو را چی شده است؟ چرا نالیش میکنی؟ پرسید گرززاد. ای راهگذر، هیچ نپرس، دردی من دردی زور است. از این درد نه شب قرار دارم و نه روز. جواب داد شیر. یک وقتها به پایم خار خلیده بود، علاجی برآوردنش نشد. این خار آهسته آهسته سبزیده درختی کلان شد و مرا از پا افتاند. اگر درخت را از پایت کشیده گیرم، یک خواهش دارم، اجرا میکنی؟ گفت جوان. با جان و دل 100 خواهش داشته باشی اجرا میکنم. جواب داد شیر. گرززاد درخت را بریده پرتافت. بعد شیر را خوابانده با احتیاط ریشه درخت را از پایش کشیده گرفت. شیر چنان نعره زد که کوهها به لرزه آمدند. با شنیدن نعره شیر 7 شیر بچه‌اش حاضر شدند. در آن وقت همه حیوانها با زبان خودشان گپ می زدند. پسری کلانیش گفت: مادر، و تو چی ستم رسید که اینقدر داد گفتی؟ شیر گفت: پسرانم، قسم خورید که سخن مرا دو نمی کنید. پسرانش قسم خوردند. مادرشان گفت: ای فرزندان عزیزم، به من از جنس آدمیزاد یک کس خیلی نیکی کرد. شما او را به مراد و مقصدش برسانید. مادر، بگویید که او کیست تا ما به مراد و مقصدش برسانیم. گفتند شیر بچه ها: با این آدم شیری شیر در پوست شیر لازم بوده است. پهلوان را نشان داد شیر. شیر بچه ها یک شیر پیر را کشتند و شیر مادرشان را جوشیده به پوست وی انداخته گرززاد را به وطنش آوردند. خبری با 7 شیر بچه آمدن گرززاد پهن شد. این خبر را شنیده وزیر و پادشاه به 4 طرف گریختند. گرززاد بعد پیروزی مادرش را از گوری تاریک برآورده نگاه بین میکرد. مردم جمع شده بابای او صیاد را پادشاه اعلان کردند. مملکت آرام و خلق آسوده شد. اینجا افسانه ما نیز به آخر رسید. اگر افسانه پسندتان شده باشد، خواهشمندم که علامتی بسیار خوب را پخش نمایید. خانه آباد و سربلند باشید و البته به کانال ما آبونه شدن را نیز فراموش نکنید. شاد باشید.